میکنیم جلسه 4 آموزش جلسه 4 هرچند دیشب ما با بچه‌ها نزدیک 2 ساعت کار کردیم، چون حجم زیاد بود و تایم زیاد بود من تصمیم گرفتم کوتاه مختصر مفید یه رکورد کنم بفرستم واسه دوستانی که جلسه 4 نتونستم ببینم و واسه اونایی که مجدد میخوام ببینم. خب ما جلسات قبلی کار کردیم با هم دیگه. از جلسه اول مختصر توضیح بدم. ما جلسه اول رفتیم کار کردیم با بچه ها، گفتیم کندل شناسی، گفتیم کندل، گفتیم هر کندلی که قیمتش بالاتر از قیمت کلوز کنه بهش میگن سعودی، یعنی همون سبز، یا کندلی که اوپنش هر جا باشه زیرش کلوز کنه میشه نزولی، یعنی همون قرمز. 4 تا قیمت داشتیم، بالاترین، پایین ترین، اوپن، کلوز. بالاترین همون شادوهایی که بود از بالا زده بود، مشخصه اسمش هم روشه. پایین ترین شادو یا همون میله که از پایین زده هم مشخصه. یه دونه میمونه اوپن، یه دونه میمونه کلوز. بذار اینو یه کوچولو توضیح بدم. مثلا همینجا این کندل، این آخری که داره میزنه، این کندل، بیاد این رو ابزار بیارم بالا. خب مثلا این کندل، ببینید این کندل الان داره کندل خودشو میزنه، قیمت داره روش کار میکنه. میله از بالا زده، از بالا زده جمع کرده قیمتو. میله های بالا، شده های بالا نشان دهنده قدرت فروشنده است. میله های پایین نشان دهنده قدرت خریداره. الان تا میشه نگاه کنید 8 ثانیه مونده، 5 ثانیه مونده این کندل بسته بشه، کندل بعدی باز بشه. ببینید الان کندل بعدی باز شد. این کندل الان ببین از قیمتش اوپنش یه مقدار قیمت اومد بالاتر، یعنی چی؟ داره سبز میشه. تا وقتی که تایم کندل تمام نشه، بسته نشه، ما نمیتونیم رو کندل تصمیم بگیریم. کندل قبلی رو ببینید که داره کار میکنه، این کندل رو میگم. این کندل رو ببینید، این اوپنش اینجا بوده، رفته زیر اوپن کلوز کرده، تبدیل به نزولی و قرمز شده. شده از بالا نشان دهنده قیمت فروش بود، شده از پایین نشان دهنده قدرت خریدار. حالا چون شده بالا بیشتره، این نشان دهنده فروشه. احتمال این کندل جدیدی که میزنه این قرمز بشه. حالا ما چند دقیقه دیگه مشخص میشه دیگه. خب این از این بعد جلسه دوم که ما کار کردیم، بچه‌ها در تو پیوتا، قله ها، دره ها کار کردیم. اینجوری گفتیم هر دره‌ای که عمقش زیاد باشه، مثل این، بهش میگیم پیوت ماژور. هر دره‌ای هم که عمقش کوچولو باشه بهش میگیم دره یا همون پیوت مینور. ماژورا بزرگه واسه ما اصلی هم خیلی مهمه، برعکسش هم فرق نمیکنه. قله میکشیم، قله هم به اینجوری میشه کشید. اینو میگیم پیوت مینور. اینو پاک کنم که واسه این پیوت در قله هم واسه مشخص بشه براتون. خب اینم پیوت ماژور که اینجا زدیم، قله کشیدیم، کوچولو هم بخوایم بکشیم از اینو میشه کشید دیگه. این فقط در و قله یا همون پیوت رو میکشید. از انتهای کندل مثلا اینجا رو میگم، ببین از اینجا باید شروع کنید، رفتید بالا، برگردید بیاید تا انتهای کندل اینجا. خب حالا این یکی من کشیدم میشد از اینجا گرفت، ببین اینو میشد از اینجا گرفت، این یکی رو از اینجا گرفت، چون ببین اولش اینجا شروع شده دیگه. حالا اون چون یه شده دید نداره، من از اینجا گرفتم. این هم درس دومون بود.
درس سوم خط روند بود. گفتیم خط روند رو میکشیم، مشخص میشه که کی وقت ریزشه. مثلا همینجا ببین، همینجا توضیح بدم. ببین اینجا بیشتر از 2 تا برخورد اعتبار میداد به ما. خب اینجا الان چند تا برخورده؟ اینجا ببینید 1 برخورد، 2 برخورد، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 شکسته. حتی اینم حساب نکنیم 5 شکسته. گفتم برخورده 4 5 معمولا رو به پایین میشکنه. خط روند درست بکشید. خط روند چطور میتونید درست بکشید؟ زمانی که پیوت رو تمرین کنید، جلسه دوم رو تمرین کرده باشید، بتونید به راحتی خط روند رو بکشید. اینم جلسه سوم بود. جلسه چهارم که دیشب توضیح دادیم، بریم عقب‌تر اصلا این توضیح بدم بهتون. خب اومدیم روی پول بک ها کار کردیم. بذارید شماتیکش رو براتون بکشم. ببین فکر کنید ما یه چارت اینجوری داریم. خب اینجوری داریم، اومده اینجا، رسیده اینجا، مقاومت شکسته، اینجوری رفته بالا. خب ما اینجا یه دونه مقاومت داریم. اینجا این قله هست، بهش میگم مقاومت. اینجا میاد بهش میرسه، مقاومت رو میشکنه. مقاومت از چجوری میشه؟ وقتی اینجا ما یه قله داریم، همون پیوت ماجرا داریم، قیمت از اینجا حرکت میکنه، میاد میرسه به این. معمولا مقاومت ها واکنش داریم. 80% هم میشکنه مقاومت. برخورد اول دوم مقاومت اول نشکنه، میره پایین، برمیگردیم مقاومت مجدد برگرد رو به بالا میشکنه. این مقاومت اینجاست. قیمت از اینجا شروع کرده، کندل اومده رسیده به اینجا. خب اینجا مقاومت یه واکنش نشون داده. حالا یا میشکنه میره به بالا، یا از همینجا اینجوری میریزه میاد به پایین، میشه مقاومت دوم. مجدد میاد میره سمت مقاومت. بس چجوری میشه؟ یعنی اینجوری میشه. یه مقاومت اینجا داشته، اینجا حرکت کرده، اومده بالا، بهش رسیده، سرکوبش کرده، برگشته پایین، مجدد اومده رسیده به اینجا. خب حالا اینجا ما وای میستیم ببینیم مقاومت رو میتونه بشکنه یا نه. 2 تا اینجوری مقاومت واکنش نشون داده، معمولا میشکنه. اگه حالا بشکنم، اکثر مواقع میاد چیکار میکنه؟ پول بک بهش میزنه. الان پول بک هم بهت توضیح میدم. حالا اینو داشته باشید. مقاومت یعنی همین، در کل مقاومت شد یعنی اینجا یه دونه قله داریم، قیمت از اینجا حرکت میکنه، میاد بهش اینجا میرسه، نزدیک میشه اینجا، دقیق نزدیک مقاومت، یا یه کوچولو بهش مونده برسه، یا اوورلپ لپ به لپ، یا یه کوچولو میره بالاتر برمیگرده. 3 نوع داریم مثل پول بک که الان توضیح میدم. یعنی که برمیگرده مجدد پایین، دوباره میاد روی سمت مقاومت اینجا، بعد ترکیبش مشخص میشه. این از مقاومت. حمایت هم همون، هیچ فرقی نمیکنه. بذارید حمایت هم از اول بکشم، میشه این توضیح بدم تو از اول بکشم. ببینید ما اینجا شماتی که اینجا یه دره داریم اومده بالا. خب اینجا قیمت دیگه، قیمت داره میاد سمت دره، از بالا رو حرکت کرده اومده سمت دره. ما انتظار داریم اینجا که داریم میرسه به سمت دره، اینجا آخرین کندل، انتظار داریم از اینجا قیمت واکنش نشون بده. 80% هم واکنش نشون میده، میاد اینجوری از همینجا برمیگرده رو به بالا. حالا دفعه دوم که برمیگرده احتمال شکستش زیاده. شاید دفعه اول ببین یه بار اینجا اومده رفته بالا، برگشته رسیده اینجا، این مجدد همین حمایت اینو پرتاب کرد رو به بالا. حالا دفعه سوم برسه اینجا، احتمال داره باز حمایت کنه بیاد بالا، مجدد برگرده، این دفعه دیگه اینجا رو بشکنه رو به پایین که اینجوری میشه. ببینید اینجوری 3 تا حمایت داشتیم. اول نتونسته، دوم نتونسته، سومین بار شکسته.
پایینیا رو میگن حمایت، یعنی حمایت اسمش توشه، حمایت میکنن، کمکش میکنن، برمیگردن رو بالا. بالایی رو قلا رو بهش میگن مقاومت، یعنی جایی که جلوی قیمت میگیره، سرکوب میکنه، مدت برمیگرده رو سمت پایین. این هم حمایت مقاومت ها. حالا یه بحثی هم داریم، بحث پولبک. پولبک هم توضیح بدم بهتون. بذار این مقاومت حمایتی رو چارت یه مثال بزنم بهتون. همینجا هستی؟ ببینید ببینم کجا قسمت تشکیل داره، جا بیافته براتون. همینجا ببینید ما اینجا مثلا 3 بار واکنش میده، 4 بار واکنش میده. ببینید اینجا رو ببینید، این قسمت رو ببینید اینجا ما یه مقاومت داشتیم، قیمت برگشت اومده بالا، اینجا رسیده به این واکنش شده، برگشت اومده پایین، مجدد برگشت، بعد شده مقاومت اصلیمون. این مقاومت اصلی من مقاومتی که نزدیک قیمت باشه. ببینید بعد نزدیک این قیمت کدوم میشه؟ این که دیگه نمیشه، نزدیکش این میشه دیگه. الان مقاومت اصلی ما برای این اینه. وقتی قیمت حرکت میکنه میاد میرسه به این دقیقا مقاومت جلوشو میگیره. حالا اینم سرکوبش کرده اومده پایین، الان دیگه یه مقاومت سرکوب شده، دومی سرکوب شده، رسیده به سومی. قیمت رو اینجا پایین داره کندل میزنه میاد بالا. الان شما اینجا این مقاومت اصلی ما دیگه این دوتا نیست، این و این نیست، اینه، چون این نزدیکتر به قیمت دیگه، قیمت ما اینجاست. مجدد رسیده به اینجا، اومده مقاومت ما رو شکسته، رفته رو به بالا، همین راحتی. حالا 80% مواقع روی مقاومت حمایت پول بک میزنه،